خب حمید رحمانیان عزیز، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز در خدمت شما هستیم. اگه سلامتی هست با بیننده ها بفرمایید و شروع بکنیم بریم یه بحث چالشی جذاب داشته باشیم با هم دیگه. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و علاقه‌مندان به ورزش و ورزش دوستان و خیلی خوشحالم که امروز لطف فرمودین دعوت کردین از من که بیام در مورد واقعا یکی از زیرساخت‌ها و در واقع مسائل اصلی ورزش که هم جنبه آموزشی داره، هم جنبه تفریحی داره و هم جنبه قهرمان پروری که در خدمتتون میتونم صحبت کنم. واقعا شما فکر کنم قبول داری که اگه ورزش نباشه جامعه مریضه؟ قطعا همینطوره. همیشه گفتن پیشگیری بهتر از درمانه. حداقل اینه که ورزش واقعا هزینه‌های درمان رو به شدت میاره پایین، اوقات فراغت جوونا رو پر میکنه و از هم مهمتر کارآفرینی بسیار عالی که متاسفانه دیده نمیشه. و الان باشگاه ورزشی که حدود 5000 باشگاه ما در سطح تهران داریم و بیشتر از 33000 باشگاه در سطح کشور، اینا واقعا یک کارآفرینی عجیب غریبی راه انداختن. حالا منهای بحث کاهش هزینه‌های درمان و بحث تزریق سلامتی به جامعه و اینکه واقعا بسیار ارزشمند دارن عمل میکنن و من مطمئنم 90% کسایی که باشگاه دارن به خاطر اون عشق، به خاطر اون ارق به ورزش که دارن کار میکنن. و الا ورزش الان توجیه اقتصادی نداره با این وضعیتی که الان هست. متاسفانه من میتونم اگر نگم شما بزرگترین کارفرما و ارزم به حضورتون تو حوزه ورزش هستین، بتونم بگم جز 10 نفر اول کشور هستین فکر کنم. درسته؟ شما فکر کنم سابقه بالای 800 نفر پرسنل تو اما با هم داشتین. کار سختیه. بسیار سخته ها کیوان. من حدود 25 ساله که در واقع مدیریت و بهره‌برداری از اماکن ورزشی رو دارم انجام میدم. قبل از اینکه کرونا بیاد ما 12 تا مجموعه ورزشی با بیشتر از 800 نفر نیروی کار حرفه‌ای داشتیم و حتی من میتونم بگم، حالا شما لطف فرمودین جز 10 نفر، من میتونم بگم جز 3 نفر شرکت ما مؤسسه آذر مهر پارس جز بزرگترین شرکت‌های خصوصی فعال در حیطه ورزش. شما از این گرون شدن مناقصات و مزایدات فکر کنم گرفتارترین انسان رو کره زمین باشید واسه این موارد. چرا این قیمت‌های فزاینده تو ورزش میاد؟ چرا افراد غیر تخصصی میان تو ورزش؟ افرادی که این 25 سال کار شما رو نمیبینن، این چندین سال زحمت کشیدن شما رو نمیبینن و فقط اون عدده، اون حاصله میشنن. ما یه مثالی داریم که میشینن ضرب میکنن. امروز شما 800 نفر تو صخرت بوده، خب یه ضرب و تقسیم بکنم این ضرب داره تعداد ورودی، اینطوری حساب کتاب مردم این شکلیه دیگه. اون هزینه پرسنله، هزینه خواب پوله، هزینه کارا رو فکر کنم هیچ کس تا حالا ندیده و اشاره هم نکرده بهش. چیکار میتونیم بکنیم با واسه کنترل این قیمت‌های عجیب غریب؟ ببینید متاسفانه همجور که میفرمایید، خب یه سری جوانای احساسی ما داریم که میان و فکر میکنن که واقعا اگر قیمت‌های نجومی بزنن و یه مجموعی رو به هر قیمت بگیرن برندن. درسته که ورزش یکی از پردرآمدترین در واقع فعالیت‌های اقتصادی دنیاست، ولی به شرط این که جای خودش قرار بگیره، با حساب کتاب باشه و کننده کار باشه. این نیست که هر کسی از راه برسه و خیلی چیزا رو نبینه. مثلا همین بحث مجموعه‌های آبی که من خدمت شما عرض میکنم، شما در هر شرایطی باید نیروها تکمیل باشه، تعداد ناجیات، تعداد پرسنل مهماندار، تعداد پذیرش و اون تأسیسات، آب، برق، گاز. چون که برای اینکه شما یه مجموعی رو سر پا نگه دارین باید سونا و جکوزی و ارزم بزرگ و سایر امکاناتش به راه باشه، آب گرم باشه، ارزم بزرگ شما آماده به کار باشه و این هزینه بره، هزینه وحشتناکی داره. حالا ممکنه توی مجموعه شما 10 نفر بیان، ممکنه 5 نفر بیان، ممکنه 100 نفر بیان. یعنی مثل یه باشگاه نیست که شما یه نفر پذیرش رو بذارین، حالا نهایتاً تردمیلاتون خاموش کنین، کولرتون خاموش کنین. استخر و اماکن آبی اینجوری نیست، هزینه‌اش ثابته. چه یک نفر چه هزار چه یک نفر چه هزار نفر. شما یعنی دقیقاً به خاطر اون یک نفر هم باید همه اون 50 نفر پرسنل رو داشته باشید و آماده. اون هزینه ثابته در هر شرایطی، اون درآمد متغیره. پس شما فکر کنم دوره کرونا آسیب عجیب غریبی دیدین؟ نه تنها ما، تمام باشگاه‌ها متأسفانه آسیب دیدن. فکر می‌کنم قشر ورزش‌های آبی دارا بله واقعا بیشترین صدمه رو خوردن. خصوصا این که اولا که ما نمیدونستیم کی قرار کرونا تمام بشه.
یعنی هی منتظر بودیم که حالا توی حد اکثر خرداد و تیر این قضیه تمام بشه و از اسفند سال 99 شروع شد و متاسفانه خیلی طولانی شد. خیلی از همکارای ما که مجبور شدن که اصلا شغلشون عوض بکنن، حالا چه در حیطه باشگاهداری و بدنسازی، اومدن وسایل گرون قیمتشون رو با قیمت‌های خیلی کم به عنوان آهن قراضه فروختن، باشگاهشون بستن، چون اصلا نمیتونستن اون اجاره سنگین رو پرداخت بکنن و متاسفانه مالک‌ها و کارفرماها کوتاه نیومدن برای نگرفتن اجاره و کمک بکنن خیلیاشون. و ما هم که به هر حال اماکن آبی رو داشتیم، خب یه دفعه با ریزش شدید، خصوصا تبلیغات منفی که بر علیه استخرها و مجموعه‌های آبی بود زمان کرونا و هزینه‌های ما به همون شدت بالا طی چند ماه، ولی درآمد صفر. ورودی هم صفر. بله متاسفانه آسیب خیلی خیلی شدیدی خوردیم که هنوز نتونستیم واقعا بعد از 2 سال جون بگیریم و هنوز بتونیم بلند شیم سر پا وایسیم. بله. یعنی هنوز بعد از 2 سال اثرات کرونا؟ بله، اثرات منفی کرونا هنوز باقی مونده برای من و سایر همکارایی که به هر حال تو حیطه ورزش‌های آبی و کلاً ورزش استفاده. اثرات منفی کرونا فکر مردم هست یا طرز فکرشون نسبت به استخر، یا نه رفاه و هزینه دیگه واسه مردم توجیه نداره؟ ببینین آقا کیوان، اصلاً ما میتونیم ورزش رو به 2 دوره تقسیم کنیم، یکی زمان کرونا، یکی پسا کرونا. زمان کرونا که این مسئله پیش اومد و به شدت مجموعه‌های آبی و تبلیغات منفی که به وجود اومد، زمان پسا کرونا خیلی زود برنگشت به حالت عادی و مردم هنوز احتیاط میکردن، هنوز اعتماد نداشتن به اون مجموعه‌های ورزشی و خیلی اصلا سیستم زندگیشون و در واقع برنامه‌هاشون عوض شد. خیلی ها دیگه تفریحاتشون عوض شد، لایف استایل زندگیشون عوض شد. اصلا وقتی دیدن که 2 ساله که نمیتونن از اماکن ورزشی و خصوصا از استخرها استفاده بکنن، اصلا رفتن به سمت تفریحات دیگه و بعد از اینکه حالا میگم داشت یه ذره روال عادی میشد و برمیگشتن به حالت در واقع اولیه، که دوباره یه سری بحرانای جدید به وجود اومد که هنوز متاسفانه حالت عادی رو پیدا نکردیم. چون تو این پادکست میخوام به مشکلات و معضلات صنعت ورزش علل خصوص استخرداری میخوایم بپردازیم، میخوام ببینم که توی اون زمانی که کرونا اتفاق افتاد، نگاه کنین کرونا یهو اتفاق افتاد، به قول شما ریز از بین رفت. یعنی شما تا دیروز اگر 1000 تا بلیت میفروختی یهو شد 0. بله. میخوام ببینم این افزایش شیب قیمت ها هم برای شما متعادل بود یا نه همه چیز نجومی و عجیب غریب بود؟ نکنین شما ورودیاتون 0 شده، هزینه استخر همونه، هزینه کلور همونه، اینا همه بیشتر میشد دیگه، درسته؟ بله دقیقاً. ببینین هر وقت یه بحرانی به وجود میاد متاسفانه باعث میشه که هزینه ها چند برابر بشه، درآمد 0 میشه. یعنی همین که شما اشاره میفرمایید به وضعیت کرونا، ما اون مواد مصرفی که استفاده میکردیم مثل کلور و اون در واقع مواد ضد عفونی کننده یه دفعه قیمتش چند برابر شد، ولی ما مجبور بودیم برای اینکه نمیتونستیم آب استخر خالی بکنیم، اون حجم آبو مجبور بودیم نگه داریم. یا تأسیسات موتورخونه ما که به هر حال داشت تصفیه آب انجام میشد، گرمایش آب انجام میشد، اینا خب هزینه بره، میدونین، هم استهلاک در واقع الکتروپمپ ها بود و به هر حال اون وسایلی که تجهیزاتی که توی موتورخونه بود اینا همه هزینه بر بود. آب و برق که قیمت واقعا وحشتناکی داشت، ولی درآمد به قول فرمایش جناب علی 0. نمیشد تعطیل کرد چون بلا تکلیف بودیم، نمیدونستیم کی قرار باز بشه، نمیشد تعطیل نکرد و این موضوع باعث شد که واقعا این بلا تکلیفی خیلی آسیب عجیب غریبی به ما از دست دادن نیروهای تاثیرگذار خیلی دردناکه تو این حوزه. بله. ببینین ما نیروهایی که سالهای سال برای ما کار میکردن و اینها تو سیستم ما پرورش پیدا کرده بودن، هزینه آموزش شده واسه اون حرفه‌ای شده بودن طی سالهای گذشته. حالا هر کسی به نوبه خودش، چه کسایی که تو تأسیسات بودن، چه بچهای پذیرش ما، چه بچهای مهماندار و ناجی‌ها، اینا کاملا با یه سیستم خاص در واقع و حرفه‌ای تربیت شده بودن، آموزش دیده بودن و سالهای سال داشتن کار میکردن. به خاطر همین واقعا
اگر که اون پرسنل نتونن حرفه‌ای کار بکنن و پرسنل عادی شما بخواید بیارین، به برندینگتون آسیب وارد میشه. به خاطر همین زمانی که کرونا شد ما یه دفعه قشر زیادی از این پرسنل حرفه‌ایمون از دست دادیم و این از دست دادن نیروی انسانی بزرگترین ضربه‌ای بود که ما خوردیم، حالا بعد از مسائل مالی که اتفاق افتاد. متاسفانه خیلی از اون افراد که هزینه ها شده بود برای آموزششون، حوزه های تخصصی خودشون رو ول کردن، رها کردن و مجبور شدن اصلا در کارهای غیر مرتبطی کار بکنن که کمتر با کرونا درگیر بشن. خب یه چند تا سوال یکم غیر تخصصی بپرسیم و بعد دوباره برگردیم به مشکلات و معضلات داستان استخداری و قیمت و اینا. من میخوام تو اون حوزه حتما پیش بریم. خب قطعا کسی که راجع به رزومه شما بدونه که خیلی قطعا همه مردم میدونن و شما تو این حوزه معروفین، شما در حوزه های مختلف ورزش سرمایه گذاری کردید، مثل تنیس، مثل پدل، مثل استخبار و کدومشو بیشتر دوست دارین؟ ببینید من واقعا نمیتونم بگم کدومش. من چون خودم عاشق ورزشم و یه خانواده ورزشی داریم، من واقعا تک تک رشته‌های ورزشی رو دوست دارم و علاقمندم که جوانان میان اونجا به هر حال انرژیشون رو تخلیه میکنن. اگر خود حمید رحمانیان بخواد ورزش بکنه کدومش انتخاب میکنه؟ خب من قطعا ورزش‌های آبی رو انتخاب میکنم. من در واقع شنا رو دوست دارم و واقعا به خاطر همین تعداد استخرهای ما از بقیه مجموعمون خیلی بیشتره. چند تا استخر داریم؟ ما الان در حال حاضر آکبان 8 تا استخر داریم، زمین تنیس داریم، زمین پدل داریم، خدمت شما عرض کنم یه سالن چند منظوره داریم که 2000 نفر تماشاچی رو میتونه تو خودش در واقع جا بده. بدنسازی خیلی خوبی داریم با دستگاهی بروز و عرضم به حضورتون که به هر حال اکثر ورزش‌ها رو ما توی سالن‌هایی داریم که در واقع ایروبیک و سایر ورزش‌های هوازی و اینا رو دارن میان از مجموعه ما استفاده میکنن. ما یه مجموعه 4 هکتاری داریم سمت غرب تهران که اخیراً راه اندازی کردیم و من میتونم بگم که در آینده نزدیک شاید یکی از بهترین و زیباترین و کاملترین مجموعه‌های تهران خواهد بود انشالله. تو کدوم محدوده تهرانه؟ اکباتان. بله سمت اکباتان، یه باغ 4 هکتاری بسیار زیبا با امکانات خیلی خوب که حالا من اصطلاحاً میگم که یه باشگاه انقلاب کوچیک قرار اونجا راه اندازی بشه. یعنی کامپلکس چند مجموعه‌ای؟ بله. میتونیم بدونیم چه ورزش‌هایی توش داریم؟ همین الان ما یه استخر روباز خیلی خوب و حرفه‌ای اونجا داریم، یه باشگاه بدنسازی خیلی خوب داریم، تنیس داریم و قراره که در واقع پدلمون استارت خورده، داریم کارهای اولیش انجام میدیم و چند تا سالن‌های چند منظوره که برای ورزش‌های تخصصی خاص و ورزش‌های توپی و غیر توپی و اینا داریم استارتش میزنیم که انشالله در آینده نزدیک استارت میخوره و خصوصا یه جاده تندرستی خیلی زیبا و خوش آب و هوا داریم که اونجا میتونن تمام اقشار با سنین مختلف بیان اونجا استفاده کنن، پیاده روی بکنن و من فکر میکنم که انشالله برای افتتاحیه‌اش حتما دعوت میکنیم از شما تشریف. حتما. من میخواستم قول بدم به بینندگان عزیز که ما حتما یه ویدیوی کامل و کافی و وافی از این صنعت میسازیم، از این باشگاهی که قشنگ مردم ببینن و لذت ببرن و به زودی هم واسه فروش آنلاینش میذاریم تو خود ادا ورزش. خب برگردیم به سوالای تخصصی ترمون تو حوزه ورزش. حمید رحمانیان 25 سال سابقه کار داره تو این حوزه تخصصی. واقعا الان یه جوون بخواد امروز استارت کنه میتونه یه دونه استخر بزرگ رو داشته باشه، تجهیز بکنه، یا نه اصلا ورزش‌های دیگر رو میتونه با توجه به این قیمت‌هایی که الان بالا رفته، زمین‌ها و اماکن ورزشی، قیمت‌های عجیب غریب، واقعا واسه یه جوون شدنیه؟ ببینین امیدواریم که به اون جا برسیم که برای همه شدنی باشه. ما آرزو داریم که به هر حال واقعا در صنعت ورزش آدمایی که علاقه‌مندن. میشه یه سوال شفاف بپرسم ازتون؟ از بیرون این شکلی به نظر میرسه که امثال حمید رحمانیان دوست ندارن که این اتفاق بیفته، ولی شما الان تو صحبتات میگی که به نفع خودت هم هست که این اتفاق بیفته. همینطوره. ببینین به هر جهت ما الان سرانه ورزشی در استان کرمان به شدت کم داریم و تو این مسئله فقیریم. علی‌رغم این همه مجموعه ورزشی هست ما هنوز به سرانه استاندارد نرسیدیم و ای کاش
که جوانایی که علاقمندن میتونن بنیه مالی دارن و فکر میکنن توانمندن با منطق نه با احساس بیان و به هر حال بتونن اماکن ورزشی رو راه‌اندازی بکنن. ما که ایمان جان تا دلت بخواد الا ماشاءالله ما مجموعه‌های نیمه تمام ورزشی داریم که سالهای سال افتاده و یه سرمایه ملی داره از بین میره و اینها رو اگر واقعا اون اماکنی که متولی این هستن در اختیار مردم و بخش خصوصی با تسهیلات خوب، با شرایط خوب و با زمان طولانی مدت در اختیار بذارن، خیلی علاقمندان هستن که بیان سرمایه‌گذاری کنن و این اماکن تکمیل بکنن و در اختیار عموم قرار بدن و این مسئله میتونه خیلی خیلی به هر حال واقعا توی ورزش ما یه در واقع تحول ایجاد بکنه و این خیلی مهمه. پس این موضوع گریبان حمید رحمانیان رو هم گرفته واقعا این افزایش های قیمت. حالا یه قولی میخوام ازتون بگیرم که ما یه کلاس آموزشی واسه واقعا جوونا داشته باشیم، کسایی که واقعا میخوان فعالیت داشته باشن تو این حوزه و نمیدونن چه کاری باید انجام بدن. من دوست دارم که یه فردی مثل شما با تجربه خفن و همه چی بلد توی این حوزه بیاد و آموزش بده به جوونا. شما پایه این افتخار میکنم به این موضوع. ببینید که ایوان جان، من خیلی از کسایی که پرسنل من بودن و از صفر شروع کردن واقعا من کمکشون کردم، هم راهنماییشون کردم، هم چون در واقع رزومه کافی نداشتن من از رزومه خودم در واقع در اختیار اونها قرار دادم و اومدن مجموعه دار شدن و خدا رو شکر خیلی هم خوب دارن عمل میکنن. یعنی اصلا رقابت ناصحیحی وجود نداره، همش توی ورزش دوستی، رفاقت و تعامل من فکر میکنم. ما کاری که تو علا ورزش کردیم همیشه سعی کردیم که کار نو، آکادمیک، ارزم شما هوش مصنوعی و همه این چیزهای مختلف رو کنار هم بذاریم. من میخوام از همین تریبون اعلام بکنم و خواهش بکنم از شما که واقعا از فردای همین روز ما کلاس های 5 نفره 10 نفره به صورت منظم و مرتب واسه صنعت باشگاه داری، سواد باشگاه داری، دیسیپلین باشگاه داری. ما باشگاه هایی داریم که واقعا حالا جلوی دوربینم گفتن جذاب نیست ولی دیسیپلین باشگاه داری رو ندارن. من دوست دارم به یه جایی برسم مردم کشورم بابت اون هزینه که دارن میکنن لذت ببرن، کیف بکنن و بگن آقا چه همون چیزی که داره توی صنعت اروپا اتفاق میفته. واقعا شما نگاه کنید چقدر 70,000 نفر در عرض 20 دقیقه میان داخل باشگاه، میرن، آب از آب تکون نمیخوره، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی زیر دست و پا نمیمونه. خب این نشان از چی میده؟ نشان از مطالعه میده، نشان از دیسیپلین میده، نشان از قانون میده. حالا ما بیایم این رو به مردم عزیز کشورمون تدریس بکنیم توسط شما. من که خیلی به نظرم کوچکتر از این هستم که شما لطف دارین به بنده، ولی منتها این که میفرمایید خیلی بحث جدیه. یعنی صنعت باشگاهداری واقعا حرفه‌ای، خیلی تخصصیه. یعنی حتی اون کسایی که جزئی ترین کار دارن انجام میدن توی باشگاه باید تخصصش داشته باشن، باید آموزش ببینن، نوع برخوردشون با کسایی که میان، نوع رفتارشون و خدماتی که میدن. ببخشید نمیشه یه کسی رو از سر ساختمانی، کارگر ساختمانی بلند شه بیاد بخواد همون مثلا چه میدونم در واقع رفتار رو توی مجموعه ورزشی داشته باشه و این باید حتما آموزش ببینه، حتما باید دوره‌ای رو طی بکنه. حالا چه پذیرش باشه، چه حتی ناجیا و مربیایی که ما داریم، اینها باید آموزش رفتاری نقش مربی به هر حال اینا رو ببینن. بله همونجوری که شما واقعا اصلا به نظر من یه مربی میتونه دین و دنیای یک نفر رو عوض بکنه. یعنی همونطور که یه بچه هست، همونطور که تو میتونی آینده یک آدم رو تغییر بدی. شما بهترین مثالش لیونل مسی دیگه. اون اگه قرار بود به حرف اون دکتری که میگفت تو هیچی نمیشی، کوچولو میمونی فلان، بسار فکر بکنه، این الان بعد یک آدم افسرده‌ای میشد، گوشه خونه میشست و الان با یک مربی خوب و یک حمایت خوب صنعت یک فوتبال یک دنیا رو عوض کرده. مگه میشه؟ و تبدیل به اسطوره شده، واقعا اسطوره‌ای که الان چند تا جوان داریم که اینا آرزوشون از نزدیک این آدمو ببینن. به نظر من مربی نقش بسیار بسیار تاثیرگذاری تو جوانای مردم داره و این کلاس هایی که به نظر من شما باید به عنوان
به عنوان یک فرد با تجربه واقعا به گردن شماست که اینو بیاید به جوانها یاد بدید که الگوی مربیگری چه شکلیه، چه جوری لباس بپوشن، چه جوری پوشش داشته باشن، حتی تو خود باشگاه‌ها. این جذب اون بچه‌ه. حالا من این قسمت تفریح رو به 2 قسمت تبدیل می‌کنم. افراد بزرگسالی که میخوان بیان یه دفعه ورزش کنن برن، اونا قابل احترامن، خیلی هم جذاب براشون که هزینه بکنن، استراحت کنن، کارهای اینجوری. ولی بچه‌ها، افرادی که از سن 5 سال تا 15 سال رجوع میکنن به باشگاه‌ها، مراجعه میکنن و میخوان استفاده بکنن، به نظر من با یک دیسیپلین خوب، با یک مربی خوب، با یک مجموعه خوب میتونه آینده این آدم عوض بشه. و ما میتونیم از حمید رحمانیان صدها داشته باشیم با یک برخورد مناسب تو باشگاه، با یک آموزش مناسب تو باشگاه. قطعا اگر برگردیم به دوران کودکی شما، به نظر من یک جایی شما تو باشگاه یک خاطره خیلی خوب داشتید، یک جذابیت خیلی خوبی داشتید، یک خاطره از خانواده خوب. من شخصا فکر کنم از این 39 سال زندگی 30 سالشو ورزش حرفه‌ای کردم. چشم باز کردم، با پدرم فوتبال بازی کردم، تفریح کردم. بهترین لحظات من توی زمین‌های ورزشی بوده. اونجایی که اوج هیجان بوده، اوج موفقیت هم بوده، حس خوب بوده، حس غرور بوده. تبدیل کردن یه آدم معمولی به یه آدم ورزشکار اصلا تو همون زمینه اتفاق افتاده. و واقعا پدر من نقش خیلی مهمی تو این حوزه داشته. همینطور میتونه مربی هایی که ما تو اماکن ورزشی استفاده میکنیم اگر آموزش دیده بشن، اگر صنعت ورزش رو بتونن متحول بکنن و فقط به دید بیزینس بهش نگاه نکنن، میتونه یه چیز عجیب غریبی بشه. موافق هستیم با این مجموعه؟ ببینین آقا کیوان، به نکته خوب اشاره کردین شما. کسی که میخواد بیاد تو صنعت ورزش، به نظر من اول باید اون عشق و عرق به ورزش داشته باشه و همینطوری خاطره خوب ورزشی که شما میفرمایید، این خیلی در واقع انگیزه بیش مضاعفی به آدم میده. خب من از 8 سالگی ورزش میکردم. من کشتیگیر بودم و 15 سال کشتی میگرفتم و در یه خانواده بزرگ شدم که ما 9 نفر خواهر برادریم که هر 9 نفرشون ورزشکارن. ما 2 تا قهرمان جهان توی خانواده داریم. 2 تا از برادرای من توی در واقع رشته رزمی قهرمان جهان سالهای سال. من یکی از برادرام در واقع مربی تیم ملی کاراته ایران بود. خدمتتون عرض کنم خواهرای من همه باشگاهدار و همشون به هر حال دستی بر آتش دارن جای مختلف و یکی از خواهرای من سرمربی تیم مس در واقع استان کرمانه و اینا به هر حال اینها همه ناشی از پدر ما بود که ما رو تشویق میکرد و خودش از ورزشکارای قدیمی بود. اینه که شما میگین به هر حال کاملا درسته. من واقعا باور کنین آقای کیوان خان، بخوام صادقانه خدمت شما عرض کنم، من چون حرفه و بیزینس من چیز دیگه است. من اگر میخواستم با یه اتاق کوچیک و 3 تا کارمند میتونستم درآمدی چند برابر درآمدی که الان با این همه مجموعه ورزشی و این همه پرسنل دارم میتونستم داشته باشم و انقدر تنش نداشتم، انقدر درگیری نداشتم. شما ببینین با اماکن درگیری، با مالیات درگیری، با بیمه درگیری، با خود پرسنل، با کسایی که مراجعه کنندن و تا دلتون بخواد شما گرفتاری و دردسر داره. این به این سادگی نیست که شما راحت تو خونتون بشینین بخواین مجموعه داری بکنین. باید حضور مستقیم داشته باشین. ولی از اونجایی که واقعا من عاشق این کارم، من خیلی خوشحالم که یه سفره پهنه، حداقل 800 تا خانواده میشه 2-3 هزار نفر آدم اینجا به هر حال روزی میبرن از این موضوع. و از همه مهمتر شما شغلی داری که من فکر میکنم پولش حلال ترینه. نه سر کسی کلا میذاری، نه چه میدونم خدای نکرده جنسی رو میفروشی که تقلبی باشه، شما داری سلامتی به مردم میفروشی و این من فکر میکنم حلال ترین و بهترین پولی که میتونه تو زندگی آدم وجود داشته باشه. و از همینجا تشویق میکنم جوونا رو واقعا بیان و بتونن این صنعت و این به هر حال بیزینس رو فعال بکنن و من قول میدم پولش پول پربرکتیه. من یه تکمله‌ای به صحبت شما اضافه کنم، البته کوچیک‌تر از اینم چی بخوام بشه. خواهش میکنم که
جوانای ما اول آموزش ببینن بعد وارد این موضوع. قطعا بله. یعنی با اون آموزشه باور کنید ره 10 ساله رو شما تو 2 سال میرید، ولی متاسفانه زود بازده نتیجه گرفتن اون فکره باعث میشه که ما درست راهو نریم. و خواهش میکنم این موضوع آموزش دادن رو شما اولین بار با علو ورزش تست بکنید. ما حمایت همه جوره میکنیم جوونا رو، هر کسی که استقبال بکنه. ببینید حالا خبر خوب این که به نظر من اولین دوره‌اش اصلا رایگان برگزار کنیم. من که افتخار میکنم، ولی یه اتفاق خوبی افتاده. یه عده از این در واقع قدیمیای ورزش و کسایی که سینه سوخته ورزشن دور هم جمع شدن، اومدن یه انجمن صنفی در واقع کارفرمایی باشگاهداران استان تهران راه اندازی کردن. دوستانی که واقعا همشون حرف برای گفتن دارن و آدمایی هستن که معتبرن توی صنعت ورزش. و منم یه عضو کوچیکی از این جمع هستم که اتفاقات خوبی داره میفته و واقعا خدمات ارزنده‌ای دارن به باشگاهدارا و صنعت ورزش انجام میدن. که این بحث آموزش یکی از مبحث خیلی خیلی جدیه که در آینده نزدیک اتفاق میفته و ما انشالله کلاسایی رو برگزار میکنیم برای همین بحث باشگاهداری و تمام در واقع اون تخصصی که هر قسمت و هر رشته ورزشی میخواد این تو برنامه هست و اتفاق خواهد افتاد بزرگ. خیلی خوبه این موضوع اگه واقعا بهش نگاه بشه و گنجونده بشه تو پلن آموزش انجمن صنفی باشگاهداران، بسیار بسیار عالیه. و نکته بعدی که به نظر من ما باید بهش نگاه کنیم، حالا قطعا شما نگاه ویژه‌ای بهش دارید، قهرمان پروریه که با این افزایش قیمت‌های مجموعه‌های ورزشی کاملا در منافاته. مثلا من تو خود تنیس مثال بزنم، تو خود پدل مثال بزنم و ورزش‌های این چنینی اینقدر قیمت‌ها به سمت اعداد نجومی داره حرکت میکنه، روز به روز دایره رجوع کننده ها به این ورزش کمتر میشه و این ارتباط مستقیم داره با عدم وجود قهرمان. وقتی کلاسی نتونه گروهی باشه، مرقوم به صرفه باشه و این اتفاق داخلش بیفته، دیگه اون صنعت میمیره، اون ورزش میمیره. یعنی مثلا من فکر میکنم به شخص تا 4 سال آینده اگه بخوایم به همین ترتیب پیش بریم، مثلا دیگه این ورزشات فقط میشه واسه یه سری افراد خاص توی کشور که دیگه اصلا نمیشه ادامهش داد. شما پلنی دارید توی انجمن صنفی برای این موضوع کنترل این قیمت ها و قهرمان پروری، افزایش قهرمان پروری؟ ببینین ما واقعیتش تا پشتوانه دولتی و پشتوانه وزارت ورزش و دستاندرکاران نباشه واقعا یه دست صدا نداره. ما تمام تلاش خودمون داریم میکنیم. مثلا تو کلیه اماکن ما بحث استعدادیابی خیلی جدیه و اگر کسی استعدادشو داشته باشه روش کار میکنیم و معرفیش میکنیم به تیمای بزرگ. همینجور دوستان ما این اتومات هست و یکی از افتخارات ما اینه که واقعا قهرمان پروری رو داریم، ولی نه به صورت حرفه‌ای و به اون شکلی که شما میفرمایید. قطعاً به هر حال وزارت ورزش و اداره کل تربیت بدنی روی این زمین دارن فعالیت میکنن، ولی ما تو انجمن صنفی هم برنامه‌هایی برای این موضوع داریم. اگه ما بخوام بریم استعدادیابی رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنیم چه شکلی میشه؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟ از دولت یا بخشای خصوصی جمع بشن حمایت کنن؟ مثلا علو ورزش میخوایم آقا تو بحث استعدادیابی به یک مجموعه کمک بکنیم. ما خودمون مجموعه دار نیستیم، ما یک واسطی بین مردم و مجموعه هستیم. ما چه کمکی میتونیم انجام بدیم به این حوزه؟ هر دو میتونن نقش داشته باشن و باید تعامل باشه، هم وزارت ورزش هم باشگاه‌های خصوصی. یعنی واقعا تا یه جایی که خب میدونین اکثر کسایی که میان تو باشگاه استفاده میکنن، به قول فرمایش جناب عالی، باید شهریایی رو بپردازن و این شهری‌ها خیلی از بچه‌هایی که استعداد دارن و واقعا کشف نشدن، اینا شاید نتونن اینو بپردازن، ولی میتونیم راهکارهایی رو ارائه بدیم ما که داریم و روش مطالعه شده و تحقیق شده که اینا رو ارائه بدیم به وزارت ورزش و سازمان‌های ذی‌ربط که بتونن کمک بکنن به باشگاهدارا و ما این استعدادا رو کشف کنیم و کما که اتفاق داره میفته تو خود وزارت ورزش، تو خود در واقع اداره کل تربیت بدنی بخش‌های استعدادیابی خیلی قوی دارن که دارن این کار انجام میشه. یعنی اینکه شما فکر بکنین که وجود نداره، نه هست، ولی باشگاهداران هم میتونن به این موضوع کمک بکنن.
بخش خصوصی مثل اپلیکیشن های ما چه کمکی میتونن بکنن؟ خب قطعا شما خیلی در واقع باعث میشه که هم باشکاتارا دیده بشن و هم اطلاع رسانی بکنین در مورد همین بحث استعدادیابی یا چیزایی که ما میتونیم امکاناتی رو و در واقع امتیازاتی رو به کسایی که فکر میکنن خانواده‌ای که بچه‌هاشون مستعد در واقع استعداد ورزشی هستن و میتونن توی رشته موفق باشن میتونن معرفی بکنن و ما واقعا رو اینا کار میکنیم. آنالیزایی داریم و آدمای متخصصی داریم که میتونیم اینا رو به هر حال اگر استعدادی داشته باشن معرفیشون بکنیم و خودمون پرورش بدیم اینا رو. شما میتونید اطلاع رسانی بکنید، بهترین کاری که میتونید بکنید. ما یه بخش ویژه حمایتی هم داریم تو خود علاوه ورزش که از استعدادهای عجیب غریب حمایت میکنیم، ولی این مستلزم اینه که واقعا انجمن صنفی پاکار باشه. ما خیلی میتونیم کمکشون بکنیم، یعنی واقعا از هر رشته‌ای 3-4 نفر گلچین بشن و ما حمایت‌های همه جانبه بکنیم تا برسن به اون اتفاق خوبه. ببینید آقای کیوان، انجمن صنفی بزرگانی که الان در واقع اینجا رو تأسیس کردن و دارن کار میکنن نه تنها هیچ درآمدی رو از این انجمن صنفی ندارن، بلکه همه دارن از جیبشون هزینه میکنن. کار دلیه، یعنی واقعا یه هزینه‌های عجیب غریبی رو دارن میکنن. ما چند وقت پیش یه در واقع برنامه‌ای داشتیم تجلیل از چهره‌های ماندگار ورزش ایران که حالا بزرگان در واقع وزارت ورزش و آقای وزیر و خیلی از کسایی که حرف داشتن توی ورزش اومدن و استقبال کردن و ما کسایی رو که واقعا خونه نشین شده بودن، قهرمانایی که سال زحمت کشیده بودن، اینا اومدن تجلیل شد ازشون و خیلی خیلی لذت بردن. این به هر حال تمام هزینه‌اش از طرف انجمن پرداخت شد و خیلی کارهای دیگه که داره انجام میشه. واقعا به قول شما این کار دلیه که داره صورت میگیره. حالا من شاید اجازه نداشته باشم اسامی دوستان که توی انجمن صنفی دارن زحمت میکشن ببرم، ولی واقعا همشون جزو بزرگان و دلسوزای ورزش کشورن. ما همینجا آرزو میکنیم که خدا بهشون طول عمر بده، سلامتی بده و دل بزرگ که بهشون داده دیگه وقتی که آدم میاد دلی یه کاری بکنه، مهمترین قسمتی که میتونه آدم از زمان از چیز خودش بگذره زمانه. یعنی اون افرادی هستن که واقعا یک دقیقه شون هم بسیار بسیار ارزشمنده. وقتی که اون دقایق رو اختصاص میدن برای جامعه، مردم و جوانهای کشورمون، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. دستشون رو به گرمی میفشاریم. یک کوچولو هم راجع به این اتفاقات اخیر و این حملات بیرحمانه، حالا اسمشون هم نیاریم، به کشورمون صحبت کنیم و اتفاقات تلخ و تاثیرگذار بود خیلی، نه؟ بسیار زیاد. ببینید من میتونم به جرئت بگم ما درآمد اماکن آبی توی تابستون هم فقط 2 ماه از سال ما داریم که خیلی خیلی برای ما حائز اهمیته. یه تیر مرداده، یعنی 70% درآمد مجموعه‌های آبی در واقع از این 2 ماه از ساله که 1 ماهش که ما متاسفانه سر این حالا جنگی که تحمیل شد به مملکت ما و واقعا بیرحمانه و باعث شد که واقعا دیگه مردم استقبال نکنن از این موضوع و دغدغه داشتن. 1 ماه رو از دست دادیم و میشه گفت که 35% از درآمد کل سال رو از دست دادیم که کمان که هنوز هم در واقع بعد از گذشته 1 ماه هنوز جای خودش نگرفته. یعنی ما آسیبا و ضرباتی که از کرونا خورده بودیم هنوز جون نگرفته بودیم، این بحث جنگ هم شروع شد و مزید بر علت شد. امیدوارم که واقعا حالا دوستانی که دستن در کارن این موضوع رو در نظر بگیرن و از باشگاه‌ها و اماکن ورزشی که دست بخش خصوصی حمایت بکنن، و الا این آسیبا باعث میشه که خیلی بخش خصوصی از بین بره و واقعا دیگه انگیزه‌ای نباشه که ایوان جان به هر حال چقدر میتونه یه شرکت یا یه شخص دوام بیاره بخواد این همه به هر حال مشکلات داشته باشه. الان مراجعینی که در واقع به 0 رسیده بودن
الان بعد از این همه مدت تازه شاید 30% نسبت پارسال الان دارن میان استفاده میکنن و معلوم نیست آینده خیلی مبهمی رو ما داریم برای ورزش تو این وضعیت و تو این شرایط بحرانی. ولی یه موضوع خدمتتون عرض کنم، توی اوج بمبارونایی که میشد و حمله ناجوانمردانه‌ای که به کشور ما شده بود، اکثر باشگاهایی رو که من میشناسم درشون به عنوان پناهگاه به روی مردم باز بود. یعنی اعلام کرده بودن توی پیجاشون که آقا اینجا رو به هر حال به عنوان اماکن امن میتونیم در اختیارتون بذاریم. و جالبه که همون مجموعه ورزشی ما که تو اکباتان بود واقعا یکی از جای امن بود که خیلی از مردم، خانواده ها می اومدن اونجا، هم تفریح میکردن، هم ساعتهای زیادی میشستن اونجا که نگران بودن از اینکه خدای نکرده مثلا اتفاقی براشون بیفتاد و خدا رو شکر هیچ اتفاقی هم نیفتاد. در طول زمان جنگ هم در مجموعه ما باز بود، علیرغم که هیچ مراجعه کننده ای نداشتیم، هیچ درآمدی نداشتیم، ولی باز بود و مردم می اومدن حداقل یه امیدی داشتن که یه جایی به روشون بازه. دم شما گرم، واقعا چقدر حرف جذاب و امیدوار کننده و باحالی شنیدیم از شما. اصلا من انتظار شنیدن یه همچین چیزی نداشتم. دوست دارم که مردم کشورم برای اعتماد کردن به چیزایی که از غرب میشنون یه ذره باهوش باشن. واقعا نیا کن، الان من دارم به عینه میبینم که اون آقایی که میگه من با مردم کشور کاری ندارم، دقیقاً با مردم کشور من کار داری تو. دقیقاً آسیب خورده مردم کشور من. شما درآمدت کم میشه، بعدی. آسیب شاید تیر و ترقه نباشه، آسیب شاید جسم نباشه که شما 1000 خورده نفرم مردم عادی رو کشتی، ولی دونه دونه ما داریم آسیب میخوریم. دونه دونه ما تو این جنگ تحمیلی ناجوانمردانه آسیب خوردیم و خیلی دوست دارم که مردم کشورم تاریخ رو بخونن، مطالعه کنن و بدونن این استبدادگران چه بلایی سر مردمان مختلف آوردن. بگذاریم از این موضوع، بریم سراغ حرفای ناگفته. چه چیزی حمید رحمانیان دوست داشت از این تریبون به مردم اعلام بکنه که ما بهش اشاره نکردیم؟ والا به هر حال من فکر میکنم که چیزی که خیلی خیلی مهمه و باید همه بدونن، ما واقعا تمام تلاشمون اینه که و شعارمون اینه که ورزش برای همه، نه برای قشر خاص. یعنی واقعا این که دارم عرض میکنم خدمت شما که کیوان جان دلیه، یعنی این نیست که هر کس پول بیشتری بیاد ورزش بکنه. ما انقدر تنوع ایجاد کردیم که همه بتونن با هر پولی و با هر میزان درآمدی که دارن بتونن ورزش بکنن. و اینو من به صراحت اعلام میکنم، اگر دولت حمایت بکنه از بخش خصوصی و عرض کردم اون اماکن نیمه کاری رو که داره خاک میخوره در اختیار بخش خصوصی قرار بدن، مطمئن باشین یه تحول خیلی خوبی تو ورزش اتفاق خواهد افتاد. و من افتخار میکنم که تو این حرفه و تو این شغل با تمام مرارت و سختیاش دارم کار میکنم، ولی وقتی که میبینم کسایی که میان استفاده میکنن و شاد و خوشحالن، حالا یکی به عنوان تفریح میاد، یکی میاد آموزش میبینه، یکی به عنوان آب درمانی استفاده میکنه، به هر حال همه جنبه هایی رو که من دارم میبینم که استفاده کننده ها همه راضی هن و این خودش باعث خوشنودی من میشه و خیلی راضی ام از این موضوع. خدا رو شکر انشالله که این پول پربرکت، چون من واقعا پول ورزش پربرکت میدونم، همیشه ادامه دار باشه. افرادی مثل شما همیشه تو ورزش باشن و مردم بتونن از خدمات شما استفاده بکنن. عرضم به حضورتون که بسیار بسیار خوشحال شدیم که امروز در خدمتتون بودیم. واقعا اگر صحبتی با جوونا و مردم دارید بفرمایید و دیگه ما خداحافظی کنیم. من ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادید که در مورد موضوع بسیار مهمی رو که واقعا من فکر می‌کنم مورد علاقه همه اقشار جامعه، نمیتونیم بگیم جوونا، نمیتونیم بگیم قشر خاصی، چون همه ورزش رو دوست دارن. به هر حال توی زندگی آدم‌ها یه نقش خیلی پررنگ داره، حالا تو هر رده سنی. و خیلی ممنونم که این فرصت فراهم کردین. من در خدمت شما بودم و به هر حال انشالله که خدا توان بده که ما بتونیم گسترش بدیم.
انشالله همینطور. خیلی ممنون از شما.